یک پارک تفریحی به ارزش 4 میلیون دلار از سوی یکی از سرمایه‌داران در ولایت غزنی ساخته می شود. مکانی که هدف از ایجاد آن فراهمسازی فرصت‌های سالم تفریحی برای شهروندان به ویژه جوانان عنوان می شود. این مکان در دو فاز ساخته می شود. در گام نخست شامل یک حوضه آببازی مجهز با تمام سہولت‌های مورد نیاز و به شکل معیاری است. مسئولان می‌افزایند که هزینه فاز اول این پروژه حدود 2.5 میلیون دلار بوده است. حاجی مرتضی مسئول این محل تفریحی میگوید در حدود 2.5 میلیون دلار در می فاز اول مصرف شده است و حدود 1.5 میلیون دلار دیگر در فاز دوم که فعلا کارش تقریبا جریان داره که می‌خوایم در او عرصه باید سرمایه گذاری کنیم که شامل فاز دوم همین پارک آبی میشه و سالن فوتسال و همچنین سنوکر کلب ها در اینجا جور میشه ان شاء الله اگر رضا الله بود. از سوی دیگر ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی این ولایت را دارای ظرفیت‌های بلند گردشگری دانسته و بهره برداری از چنین مکان‌های تفریحی را گام مهم در راستای رشد صنعت گردشگری و جذب سیاحان عنوان می‌کند. زه باور لرم چې دغسې پارکونو په جوړولو یا دغسې سیاحتي او سیلاني ځایونو په جوړولو سره به غزني ولایت ته د داخلي او خارجي سیلانیانو راتګ خورا زیات شي. استاد ضمیر یکی از ورزشکاران از تاجران می‌خواهد تا در ایجاد چنین مراکز تفریحی سرمایه گذاری کنند تا جوانان بتوانند از محیط‌های سالم استفاده کرده و از آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر دور نگه داشته شوند. تاجرای خود امیدوار به این هستم که مکان‌های مقبول زیبا ایجاد کنند تا ورزشکاران ما از مواد مخدر دور باشد. شماری از جوانان در ولایت غزنی نیز میگویند که در کنار آموزش و تحصیل و تفریح و سرگرمی‌های سالم نیز نیاز دارند و سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا زمینه‌های بیشتری تفریحی را برای آنان فراهم سازند. شفیق الله قاریزاده یک تن از جوانان در این ولایت چنین میگوید جوانای ما شما که در درس نیاز دارند، در تحصیل نیاز دارند، در کار نیاز دارند، در تفریح هم نیاز دارند. این زمینا را برای جوانان مساعد بکنند تا که جوانان زیاد استفاده بکنه به کشور خود ما و شما، در منطقه خود ما و شما، در جایی که ما و شما امروز زندگی بکنیم باید امیت یک مجتمع ایجاد شود. به باور کارشناسان سرمایه‌گذاری در بخش تفریحی و گردشگری در کنار سایر بخش‌های زیربنایی می‌تواند به رشد متوازن شهری کمک کرده و زمینه رفاه بیشتر شهروندان را فراهم سازد.